از شرکتی که یک زمان کمال تو رو از آنجا پیش کرده بود حصه‌دار خواهی شد. کمال خود از خود با تو شرکت را یک بار نمیدهد. تمامی معلومات های مخفی شرکت را میدونم. با کدام مشتری در کدام شرط ها کار میکند، با کدام تندرها چقدر پیشنهاد میکند، نقشه های آیندهش چیست، با کدام ساحه ها مبلغ گذاری میکند، همه‌اش را میدونم. ششی آهانی، خیر چرا من سوزم؟ من به مانندی شوهرت، شوهری سابقت پرغیرت نیستم. چرا من؟ یک کاری من و تو با کمال ناتمام مانده است. فکر کردم که تو آن را میخوای پوره کنی، اما نه. این کار همین خلمانت لازم نیست بویی. میتوانیم این موضوع رو در همین جا بپوشیم. خیر تمیر، راضی هستی یا نه؟ راضیم. من از امریکا بیهوده اینجا نآمدم. تو این رو از کجا یافتی؟ این رو از کجا یافتی؟ تو چی در داری؟ تو چرا آرامانه نمیپرسی؟ تو چی در داری؟ میدانم که به من غضب داری، اما فکری مادرت را نمیکنی. ما در مراسم نکاح قرار داشتیم، ناگهان پیدا میشوی. تو این رو از کجا یافتی؟ از کجا یافتی؟ تقویم از خونه پیدا کرده است. وقتی که ناگهان داد خودم را اداره کردن نتوانستم. تو را میکشم نابکار. امک کمال، تو را میکشم نابکار. امک کمال خود را به دست گیرید. التماس. من برای تو چی کارهایی نکردم لعنتی؟ برای چی کارهایی نکردم؟ از 100 بلا خلاصت کردم. تمامی شرمندگی هایت را من پوشاندم. از ما دور باش، فهمیدی؟ از ما دور باش. یزنه، من وقتی که در جوان شرطنامه را دیدم خواستم که حق خواهرم را حمایت کنم. تو غیری خودت کسی را فکر نمی کنی. حق خواهرش را حمایت میکرده. حالا تو یزنه، شما مرا میدانید نیتی بد نداشتم. یک خطا کردم، ببخشید. دفع از اینجا رو. دفع. نمیخوام که تو را در اینجا ببینم. نمیخوام که تو را در نزد عائله‌ام و فرزندانم ببینم. دفع. جیانم، یگان چیز نمیگویی؟ اقلا نمیگویی که حق مادرم را حمایت کردنی بود؟ وقتی که تو نبودی او تکیهگاه ما بود، نمیگویی؟ رو تقو، به همین هم باید در اینجا نمیبودی. رو. بله من خود کیستم؟ زنید. زن جنابی کمال، یک موش دیگر بزن. زن یعنی قادر، تو هم برویم بزن. ای با زنید. من خود کیستم؟ همتون زنید. همتون زورتون رو نشان دیده است. زنید آخر. زنید. دفع شو از اینجا. دفع شو. زود باش. دفع شو از اینجا. دوستم بیا رفتیم کمی هوای تازه گیریم. تو لازم نباشد وانه میخوریم. باید دقت جلب نکنیم و به مانند پیشینه فاصله رو نگاه داریم. بسیار پرمعما و هوا بلند هستی. شاد رویت را ترش نکن. بیماری جدیتی کمال به تو گذشته است. بیماری سرایت کننده است، لیکن زیر و زبر میکند. اگر اوید این کار جدی نباشی همکاری رو به آخر میرسونم. سوزان، ما هر دو بسیار خوب میدونیم که در این دنیا بعد تو از کمال بسیارتر من نفرت میکنم و برای همین تو با من کار پیشنهاد میکنی. با من باور کن که روزی به مال و ملک ماندنش را تماشا میکنم، او را کفن گدا میکنم.
فهمو حمله اول رو در تندری که هفته آینده برگزار می شود اون وقت میکنیم. حجت تندر رو به تو دسترس میکنم و تو آن رو از نظر گذرانیده حجت آماده ساز. با من موافق. باز یک چیزی دیگر، تمامی صحبتمان باید مخفی باشد، حتی به دخترت نمیگویی. خواطر نشو. دخترم نمیخواهد که آیدی حیاتی من چیزی را بداند. این رو نگر. کسی که غضبناک شود ملالت میکند. تو حالا آیله را میبینی جناب کمال. تو آیله را میبینی جناب قادر. آیله بوده است. اکنون چه میشود قادر ها؟ نمیدانم ای با یگان راهش رو میابم. فهمو اما چطور؟ قادر چیکار میکنم؟ یعنی گفتنی هم که هنگامی با نیلگون صحبت کردنت من هم بیایم خودم را آتش میزنم و همه گناه را به عهده خود میگیرم. تنها میخواهم که خواهرم خرسند باشد. برای من چی شدن مهم نیست. میخواهم که خواهرم عائله دار شود. یعنی این حکایه نصف نماند. چی میگویی؟ من در ادنه به تو چی گفتم؟ تو تمام شدی، دیگر عضو این عائله نیستی نگفتم؟ گفتم. قادر مگر این طور شدنش را میخواستم؟ اگر در دست من میایستاد شرطنامه را بعد از نکاح نشان میدادم، اما تو خود را اداره کردن نتوانستی، نکاح را ویران کردی. آیا این دروغ است؟ خود را اداره کردن نمیتوانی. تو مشکلی اداره غضبناک شدن را داری. گوش کن تقا، اگر باری دیگر تو را در نزد خواهرم و یا مادرم بینم رفته خودم به آنها حقیقت را میگویم. بس است دوستم بس. فهمیدی؟ بعدا تو را با دستانی خودم به پلیس میسپارم. فهمیدی مرا؟ اکنون رفت. بعدا نمیروی به قری جهنم میروی، به کجایی خواهی رفت به چشمم ننما. گم شو. بیا دوستم بس است بس. یگان روز مرا میفهمی قادر. یگان روز میفهمی که من برای این عائله چی کردم. همش را برای بهبودی شما کردم. تو حالا هم کم میزنی. همش را برای بهبودی شما کردم. من اکنون چه کار میکنم ها؟ لابای امینه. الو خانم سوزن، نکاح کرده نشد. به خدا مناقشه شد. زن همه رو پرتافته رفت. خانم مجیده شرطنامه عائله دارشوی رو امضا کرده است. این را قادر دیده به غضب آمد و به مناقشه شروع کرد. بعداً زن انگشتری رو هوا داده رفت. در حقیقت به خدا که همین طور است. مأموری نکاح نیز رفت. فهمو این خبری خوش است امینه. سلامت باش. اگر یگان دیگرگونی شود به من خبر ده. خوب شده است خانم سوزن. سوزن جون چی حال داری؟ این دنیا چرخ و فلک است عزیزم. از قفایم گپ میکردی. سلما خودش را آرو نمیدهد، برای همین شوهرش به زنهای بیگانه چشم علو میکند گفتن آسان بود. حالا باشد تو به خود نگاه کن. به همه موضوع شدی و همه برایت گفتن نمیتواند، اما من میگویم کسی به حال تو رحم نمیکند. برعکس همه بسیار خوب شد و سزاوار این بود میگویند.